در این ویدیو قصد داریم که ساختار پایان نامه مربوط به دانشگاه علوم پزشکی ایران رو بررسی بکنیم و نکات مربوط به اون رو برای یک فایل ورد پیاده سازی بکنیم. پس تا پایان این ویدیو آموزشی با من همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو قصد داریم که به بررسی ساختار یک پارچه تنظیم پایان نامه یا رساله مربوط به دانشگاه علوم پزشکی ایران بپردازیم. اما همینطور که مشاهده میکنید فایل مربوط به فرمت پایان نامه بر روی سایت دانشگاه موجود هست و همچنین شما میتونید این فایل رو از روی کانال من هم دانلود بفرمایید. اما این فایل به چی پرداخته؟ این فایل در ابتدا اومده بخش های مقدماتی، نوع صفحه بندی، صفحات ابتدایی و حالا فرمت اصلی پایان نامه و صفحات انتهایی رو برای شما توضیح داده و هر کدوم از بخش ها رو آورده به شما گفته که به چه صورت باید تنظیم بکنید. که حالا تو این ویدیو آموزشی قصد داریم که این نکات رو بر روی یک فایل ورد بررسی کنیم و ببینیم در روی فایل ورد به چه صورت باید ما این فرمت رو پیاده سازی بکنیم. خب برای این منظور وارد فایل ورد میشیم و نکات رو برای فایل ورد بررسی میکنیم. در همین ابتدا نکته اول اینه که صفحه ابتدایی شما باید صفحه سفید و فاقد شماره گذاری باشه، به طوری که از صفحه بسم الله یا صفحه دوم شما شماره گذاری فایلتون رو انجام بدید. نکته بعدی مربوط میشه به نوع شماره گذاری صفحات که همینطور که در صفحه مشاهده میکنید شماره گذاری صفحات ابتدایی بر اساس حروف ابجد شماره گذاری می شود. خب ما این صفحات ابتدایی رو بررسی بکنیم. ببینید صفحات ابتدایی شامل این صفحات میشه که باید شما همه این صفحات رو بر اساس حروف ابجد شماره گذاری بکنید تا فصل اول که مقدمه هست و صفحه بعد فصل اول شما شماره گذاری رو انجام میدید که صفحه 2 هست که صفحه 1 هم مربوط میشه به خود فصل اولتون. خب اما برگردیم به ابتدا و صفحات رو با هم بررسی بکنیم. صفحه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم صفحه عنوان پایان نامه شما هست که باید بر اساس نوع دانشکده‌ای که هستید این فیلدها رو پر کنید. حالا من این فایل رو بر اساس یک فایل پیش‌فرض برای یک دانشجوی دانشگاه داروسازی برای شما دارم نمایش میدم. شما باید در این قسمت دانشکده خودتون رو وارد بکنید، همچنین جهت اخذ درجه دکترای حرفه‌ای حالا متناسب با رشته‌ای که خوندین رو هم پر کنید و حالا عنوان پایان نامه، استاد راهنما، استاد مشاور و نگارش هم که نام دانشجو هست، همچنین سال تحصیلی و شماره ثبت رو هم باید در این قسمت وارد کنید که صفحه ب ما هست. اما صفحه بعدی بعد از عنوان پایان نامه مربوط میشه به صفحه تعهد اصالت رساله. ممنونم از توجه شما به این ویدیو آموزشی. در صورت تماشای ویدیو آموزشی بیشتر میتونید کانال من در آپارات، ایتا، تلگرام و روبیکا دنبال کنید.